اگه سیستم متوسطی دارید که خودتون فکر میکنید میتونید باش وارزون رو توش پلی بدید، این پایین ترین حد ممکن، پایین ترین ستینگی که موجوده تو وارزون رو قراره بهتون بگم. و اگه بعد این ستینگ و تنظیماتی که بهتون گفتم دوباره رفتید داخل بازی و دوباره لک کردید، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که دیگه سیستمتون رو بندازید دور یا دیگه توش وارزون پلی ندید. پس تا آخر ویدیو همراه من باشه. Let's do this. خب تو قسمت منو میرین سمت راست منو، از قسمت ستینگ گرافیک رو انتخاب میکنید و از این به بعد دیگه شروع شد. خب بچه‌ها رو قسمت دیسپلی سه تا گزینه است. نگاه کنید، دیسپلی، کوالیتی، ویو. ما کارمون با این سه تاست. اولین گزینه که قرار تو شروع کنیم دیسپلیه. رو قسمت دیسپلی مود رو میذاریم رو فول اسکرین. اگه روش بزنید این همه گزینه است. از رو گزینه دومی میذاریم رو قسمت فول اسکرین که نهایت کار رو ازش بتونیم بکشیم. بعد میذاریم رو قسمت دوم دیسپلی مانیتور رو میذاریم LG فول HD. اگه شما LG فول HD نبود میتونید روش کلیک کنید و تنها گزینه‌ای که واسه شما رو نمایش میده روش کلیک کنید. خب میریم رو قسمت دیسپلی آداپتر و مونده به گرافیک شما. این سیستم دوم منه که میخوام پایین ترین کیفیت رو واسه شما نشون بدم که میتونید با FPS 60 بدون هیچ لگ پلی بدید. این کیس دومی که دارم گرافیکش RX 580 و CPU شم i5 نسل 6 یا 7 فکر کنم و رمش هم 16. با این سیستم من وارزون رو پلی دادم و 60 FPS رو گرفتم ازش و بدون هیچ لگ و باگی. خب میریم روی این قسمت اسکرین رفرش ریت رو میذاریم 59.940. روش بزنید رو نگاه کنید آتو است، این همه گزینش، ولی بهترین گزینه 59.940. بعد روی این قسمت اسپک ریتید رو میزنید رو واید 16.9. این بهترین گزینه است و بچه ها روی این گزینه که میبینید هیچ وقت شادو رو دست نزنید بهش، شادرز رو کلا بهش دست نزنید. اگه دست بزنید دیگه مورد خیلی بدی میشه واسه. هیچ وقت دست به این شادرز نزنید. بیای پایین روی این قسمت دیسپلی هست، روی دیسپلی بزنید 2.2 sRGB و دو تا گزینه است، 2 و 4 است، 2 و 2 است. بهترین گزینه واسه ما 2 و 2. بعد میایم روی این قسمت مونده به نگاه دید شما. اگه دوست دارید نورانی تر پلی بدید بیاین آقا اینو بندازیم بالای 69، بیاین 72. و اگه دیدید وضوح شما بیشتره و دوست دارید حداقل دید رو کمتر کنید بیاین پایین تر بزنید رو حداقلش 50. ولی برای من 55 به نظرم فوق‌العاده خوبه، دست نزنید بهش. خب بعد از قسمت پایینی میایم پایین و این است اکو مود. میزنید لو اینو بزنید. نگاه کن سه تا گزینه است، کاستوم است، این است، لو است. بذارید رو لو، بیاید پایین و اینو بذارید آف کنید، گیم پلیش رو آف کنید، پایینی رو بزنید رو 50%. بعد میایین پایین کاستوم رفرش لیمیت هست، اینو بذارید آن لیمیت کنید و منو اینو بزنید رو این گزینه. نگاه کنید چند تا گزینه است، 3 تا گزینه است. خب بذارید رو این قسمت، بعد بیاین اینو آف کنید و اینم بذارید رو 0. خب این از قسمت دیسپلی دیگه هیچ کار خاصی نمیتونید بعد این بکنید، نمیتونید بیارید پایین، نمیتونید ببرید که بالا، قطعا لگ میخورید. پس این پایین ترین گزینه هایی بود که رو دیسپلی میتونستیم پیاده کنیم. خب بیاین از قسمت کوالیتی. رو قسمت کوالیتی اگه این کاستوم واسه شما وجود نداره دست نزنید. موقعی که دارید تنظیمات رو اوکی میکنید خودش میاد بالا، میبینید نوشته کاستوم. خب میاین این گزینه که میبینید رندر رزولوشن رو بذارید رو 100% و
بیاین پایین داینامیک که خودش آف دست نزنید، بیاین رو این گزینه که بزنید این همه گزینه واسه شما نمایش میده. بیاید بزنید رو فیدل، اینو بذارید رو فیدل، بعد بیاید پایین بذارید این است این گزینه سلکت، میای این سلکت رو میذارید رو 90%، میبینید اینو بذارید رو 90، گذاشت 90. بیای پایین اینم آف کنید. خب روی این گزینم ریلاوه که همه اینا رو باید رو پایین ترین گرافیک مورد نظری که داریم بیایم پایین کنیم. مثلا این برچسب که رو دیوار و این اسپری که زدن واسه شما، واسه ما، واسه کسایی که سیستمشون ضعیفه زیاد مهم نیست، پس میذاریم بری لو، اینا میذاریم لو. بعد این فوکوس موقعی که AM میگیرید فوکوسشه، پس آف کنید، نیاز به خاصی نداره، خیلی باعث میشه که شما لگ کنید. بعد اینم لو بذارید، اینم بذارید رو وری لو. اون ترمایتی که اون واسه شما میندازن جالب نیست، نگاه کنید زیادم فرقی نداره، پس میزنیم تو وری لو، اینم آف میکنیم، اینم لو و اینم میذاریم رو اپتیمایزیت. بعد اینم لوکال رو میذاریم لو میکنید، میایم پایین تر. شادو خیلی مهم این قسمت، روی این قسمت که بزنید این همه گزینه میاره واسه شما. نگاه کنید من با بالا آوردن اولترا سمت راست رو اگه نگاه کنید میره بالا، میارم پایین کم میشه. اینو بذارید تو وری لو، اینم آف کنید، اینم بذارید نورمال، اینم لو. بعد بریم پایین تر، اینو بذارید روی این گزینه، یه دونه آل است، یه دونه آف است، یه دونه این است، اینو آف کنید، لو کنید، اینم آف و اینم روی این گزینه اگه بسته است نگاه کنید دست نزنه، همینطور که هست رو بذارید بمون. اینم از پایین ترین کوالیتی که میشد تو وارزون بهتون پیشنهاد داد همین کوالیتیه. خب بیاین رو قسمت ویو نگاه کنید، اینو بذاریم رو 120، واسه خیلیاتون رو 90، اینو بذارید 120. زاویه دید شما از رو گان خیلی خوبتر میشه، شما میتونید خیلی بهتر دورتون رو ببینید و خیلی بهتر میتونید پلی تر بدید، موومنت بدید. تو این قسمت میایید اینو بذارید رو این گزینه و پایین ترش رو بکنید واید، بعد اینم 90% کنید، اینم بذارید واید، آف کنید بذارید رو 0%. بعد لست رو بکنید 50%، پایینی هم 50%، اینو بذارید رو SRD، بعد اینم بذارید رو گیم، اینم آف کنید، اینم بزنید رو گزینه SRD. بعد اینکه همه اینا رو کردین دیگه من چیزی نمونده که واسه شما بگم. اینجا هم صدا همشون اوکیه، چیز خاصی نیست که بهشون دست بزنید و این بهترین کیفیت مورد نظر، کیفیتش خوبه، زیادم پایین نیست، بهترین وضوح رو شما میگیرین داخل بازی. فقط یکی از شادو اینا رو کم کردیم. بعدش بریم یه دونه پلی بدیم ببینیم که چه FPS رو میگیریم یا لگ داریم یا نه. بزن بریم بچه. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. مرسی که تا ویدیو رو تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب چنل یادتون نره. تا یه ویدیو بعدی پیس اوت.